سلام. همه ما برای پیمایش مسیر زندگیمون همواره دو تا راه داریم. یکی حقیقتی که همین الان داریم زندگیش میکنیم و دیگری رویایی که دوست داریم اون رو زندگی کنیم و همیشه شاید فکر میکنیم اگر در شرایط اون رویا زندگی میکردیم خیلی زندگی شادتری داشتیم، اما هیچ وقت نمیفهمیم، چون همیشه توی هر پله‌ای از زندگیمون که قرار بگیریم یه پله‌ای بالاتر وجود داره و به قولی یه چاییه که ته نداره. اتفاقی که وجود داره این وسط هم همینه، کما اینکه یه سری آدم ها وجود دارن برای اینکه مسئله‌ای که در زندگی حقیقیشون وجود داره رو حل کنن فرار میکنن به اون خیالات و رویا پردازی که در زندگی رویاییشون دارن. در کل مسئله رو کتاب حسرت میاد تشریحش میکنه برامون، یه ذره بازترش میکنه آدام فلیپس نویسنده کتاب که خودش روانکاوه و استاد برجسته دانشگاه. یه کتاب دیگه هم ازش موجوده در بازار به نام عقل در برابر جنون فکر میکنم که ترجمه فارسی هم داره. آدام فلیپس اینجا میگه که اون فرصتی که شما دارید میذارید برای اینکه پردازش کنید اگر یک زندگی رویایی داشتید چه اتفاقاتی در زندگیتون میافتاد و آیا آدم خوشحالتری بودین، اون فرصت رو میتونید بذارید روی زندگی حقیقیتون و اونجا وارد یک حقیقتی بشید و دستاوردی داشته باشید که دیگه خیلی پایدارتره توی زندگیتون. این روانکاو در کل پیشنهاد میکنه برای اینکه از زندگی رضایت داشته باشیم در وهله اول بپذیریم ناامیدی رو نسبت به خیلی از اتفاقاتی که در زندگیمون وجود داره. در مورد پذیرش صحبت میکنه. حالا من یه تیکه رو از روی خود کتاب میخونم، یه ذره با ادبیاتش شاید بیشتر آشنا بشین. پس میتوان گفت تصویر رضایتمندی گریزی است از خواستن، پناهگاهی است برای گریز از خطرات و دشواری‌های میل. در واقع مأمنی است برای گریختن از رضایتمندی واقعی در عالم خیال. در همان صحنه‌ای که داریم چیزی را آرزو می‌کنیم از روی موانع نیز می‌پریم و در برابر آنها مغلوب نمی‌شویم. به گفته بارت حتی با وجود اینکه یا به خاطر اینکه جسم من قهرمان نیست ما از بخش‌هایی که سرخورده ایمان می‌کنند به سرعت عبور می‌کنیم. طبق سخن بیون ما به جای تعدیل سرخوردگی از آن می‌گریزیم. خیال پردازی های ما درباره رضایتمندی یعنی همان تصورات اولیه ما از رضایت زمانی صورت می‌گیرند که خود را از امکان رضایتمندی واقعی پنهان می‌سازیم. امیدوارم این کتاب رو بخونید. موضوعات مختلفی هم داره سرفصلاش، مثلا پیرامون سرخوردگی، پیرامون نگرفتن مطلب، پیرامون قصر در رفتن و پیرامون رضایتمندی. در واقع امیدوارم کتاب رو بخونید، بسیار ازش لذت ببرید، شاید یه دریچه‌های تازه‌ای باز بشه برای نگاه کردن به مسئله‌ای به اسم امید. امیدوارم حسرت نبینید، غم نخورید و هر روز بیشتر از روز قبل به خودتون ایمان داشته باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.